سلام به شما که همراه ما هستید. خیلی خوش اومدید. تا حالا دقت کردید چرا تو دنیای حیوونا رنگ آبی اینقدر کمه؟ یعنی مثلا چرا ما ببر آبی نداریم یا نمیدونم سنجاب آبی؟ ولی خب از اون طرف وقتی یه موجودی آبیه، مثلا یه پروانه خاص یا یه پرنده، وای واقعا چشمو میگیره. امروز میخوام یه گپ خودمونی بزنیم ببینیم آخه چرا آبی اینقدر رنگ خاصیه و چرا تو طبیعت کمه. میخوایم ببینیم پشت این رنگ آبی شگفت‌انگیز چه راز و رمز علمی و تکاملی خوابیده. آماده اید؟ خب اول از همه اصلا این رنگا تو دنیای حیوونا به چه دردی میخوره؟ سوال خوبیه. ببینین رنگ‌ها یه جورایی زبون طبیعتن. خیلی وقتا برای ارتباط برقرار کردنه. ارتباط؟ چطوری یعنی؟ مثلا یه پروانه با رنگ بالهاش میتونه بگه هی من سمیم، نزدیک نشا. یا یه پرنده نرم با پرهای رنگیش جفتش رو جذب میکنه. آها. و جالبه که خیلی از این رنگ‌های گرم، مثلا زرد، قرمز، نارنجی یا حتی قهوه‌ای، اینا معمولاً از رنگدانه‌هایی میان که تو غذای اون حیوان وجود داره. آها، یعنی مثل اون مثال معروف فلامینگوها که خاکستری به دنیا میان ولی چون یه نوع سخت پوست خاصی میخورن صورتی میشن. دقیقاً خودشه. یعنی واقعاً هرچی میخوری همون میشی، برای این رنگ‌ها صدق میکنه. خب اما قضیه آبی زمین تا آسمون فرق میکنه. بیشتر آبی هایی که ما تو طبیعت میبینیم اصلا از رنگدانه نیستن. رنگدانه نیستن؟ پس چی هن؟ بهش میگن رنگامیزی ساختاری. یعنی رنگش به خاطر ماده شیمیایی نیست، به خاطر شکل ساختار سطح بدن اون موجود در مقیاس خیلی خیلی ریزه. رنگ ساختاری یعنی چی دقیقاً؟ یکم پیچیده شد. میشه بیشتر بازش کنید؟ حتما. خب ببینید پروانه مورفو آبی رو در نظر بگیرید. میشناسیدش که همونی که ایموجیش هم هست. خیلی معروفه. آها بله، اون آبی خیلی خوش رنگه. دقیقاً. اگه با یه میکروسکوپ خیلی قوی بریم روی بالهاش زوم کنیم، هیچ ذره یا رنگدانه آبی پیدا نمی‌کنیم. عجب. پس چی می‌بینیم؟ به جاش یه سری ساختارهای خیلی ریز می‌بینیم، مثل یه عالمه درخت کریسمس کوچولو که منظم کنار هم چیده شدن. درخت کریسمس؟ آره، شکلشون اونجوریه تقریباً. این ساختارها نور خورشید که بهشون میخوره رو جوری دستکاری میکنن که بیشتر طول موجها رو خب هضم میکنن یا منحرف میکنن، به جز آبی. فقط طول موج آبیه که مستقیم به چشم ما بازتاب پیدا میکنه. وای چه جالب، یعنی مثل یه فیلتر طبیعی عمل میکنه. دقیقاً، یه فیلتر نوری هوشمند. و واسه همینه که اگه زاویه دیدتون رو به بال پروانه عوض کنید، ممکنه حس کنید رنگش یکم تغییر میکنه، چون زاویه بازتاب نور عوض شده. فوق‌العاده است. یعنی این مهندسی فقط توی پروانه هاست؟ نه اصلاً. خیلی جاهای دیگه هم داریم. مثلا پرهای آبی پرنده جیجاق آبی یا همون بلو جی. اونم رنگدان آبی نداره. اون چطوریه پس؟ اونجا ساختارش یکم فرق داره. منظم نیست. بیشتر شبیه یه جور اسفنج خیلی ریزه با کلی حفره‌های هوای نامنظم. این ساختار نامنظم نور رو پراکنده میکنه، ولی باز هم جوری که بیشتر طیف آبی به چشم ما میرسه. آها. یا مثلا پرهای طاووس رو در نظر بگیرید. اون درخشش خیره کنندش. اونم رنگ ساختاریه، ولی با ساختارهای منظم‌تر شبیه کریستال. باورم نمیشه. و از اون جالبتر، رنگ چشم آبی مای انسان‌ها. اونم رنگدانه آبی نداره. جدی میگید؟ چشم آبی هم ساختاریه؟ بله، به خاطر ساختار لایه‌های توی انبیه و نحوه پراکنده شدن نوره که ما آبی می‌بینیمش. راستش تقریباً هیچ مهره‌داریه که ما میشناسیم، چه پرنده، چه پستاندار، چه خزنده، نمیتونه خودش رنگدانه آبی بسازه. یعنی هیچ استثنایی نداره؟ واقعا هیچ حیوانی نیست که رنگدانه آبی تولید کنه؟ چرا؟ یه استثنای خیلی خیلی نادر هست. یه نوع پروانه خیلی خاص هست به اسم بال زیتونی اوبرینا. یه پروانه کوچیکه که تونسته راه تولید رنگدانه واقعی آبی رو پیدا کنه. ولی خب این واقعا یه مورد خیلی استثنایی و کمیابه. خیلی جالبه. خب حالا سوال اصلی اینه، چرا طبیعت این مسیر پیچیده ساختاری و به قول شما مهندسی رو رفته؟ چرا مثل بقیه رنگ‌ها راحت رنگدانه آبی نساخته؟ اینجوری که سخت‌تر به نظر میاد. خب ببینید، بهترین حدسی که دانشمندان میزنن اینه
احتمالاً توانایی دیدن رنگ آبی توی حیوونا خیلی زودتر از توانایی ساختن رنگدانه آبی تکامل پیدا کرده. یعنی اول تونستن آبی رو ببینن، بعداً دنبال راه ساختنش گشتن؟ یه جورایی انگار چشما آبی رو تشخیص میداد، ولی بدن ابزار شیمیایی لازم برای ساخت رنگدانه آبی رو نداشته. و خب از نظر تکاملی انگار تغییر دادن شکل ساختارهای فیزیکی بدن در مقیاس خیلی ریز مثل همین بال پروانه یا پر پرنده راحت تر بوده تا اینکه بخوان یه مسیر شیمیایی کاملا جدید و پیچیده رو از صفر برای ساخت یه رنگدانه جدید ابداع کنن. انگار طبیعت یه مسئله بیولوژی رو با فیزیک و مهندسی حل کرده. دقیقاً همینطوره. و جالبه بدونید که حتی توی دنیای گیاهان هم رنگ آبی خیلی کمه. کمتر از 10% گیاهان گلدار گل آبی دارن. اونا چی؟ اونا هم ساختاریه؟ نه، اونا اغلب با ترفندهای شیمیایی این کارو میکنن. مثلا میان اسیدیته یا همون پی‌اچ محیط رنگدانه‌های بنفش یا قرمزشون رو تغییر میدن تا رنگشون به آبی متمایل بشه. یه جورایی آبی واقعی نیستن، مثل بلوبری که ما میشناسیم. در واقع رنگش بنفش خیلی تیره است، نه آبی خالص. چه جالب. پس این کمیابی حتی رو فرهنگ ما آدما هم تأثیر گذاشته، نه؟ یادم یه چیزایی خونده بودم که رنگ آبی خیلی گرون بوده. بله دقیقاً. چون پیدا کردن منبع طبیعی رنگ آبی سخت بوده، همیشه ارزش زیادی داشته. مثلا سنگ لاجرد رو ببینید. رنگدانه آبی که ازش می‌گرفتن فوق‌العاده گرون بود و فقط تو نقاشی‌های خیلی مهم یا برای لباس اشراف استفاده می‌شد. عجب. حتی از این عجیب‌تر تو بعضی زبون‌های خیلی قدیمی مثل یونانی باستان اصلا کلمه مشخصی برای آبی نداشتن. انگار اینقدر این رنگ تو طبیعت کم بوده که لزومی نمیدیدن یه اسم جدا براش بذارن. باور نکردنیه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، میشه گفت رنگ آبی توی دنیای موجودات زنده بیشتر یه جور شعبده بازیه، یه بازی هوشمندانه با نور و فیزیک که با استفاده از ساختارهای میکروسکوپی انجام میشه تا اینکه یه ماده رنگی شیمیایی باشه. دقیقاً. و همین کمیاب بودنش و این راه‌های خلاقانه‌ای که طبیعت برای به وجود آوردنش پیدا کرده هم محدودیت‌های تکامل رو نشون میده و هم خب خلاقیت و توانایی مهندسی فوق‌العاده‌اش رو. بحث واقعاً شگفت‌انگیزی بود. خیلی نکات جالبی یاد گرفتیم. و حالا یه سوال برای شما شنونده‌های عزیز که کمی بهش فکر کنید. با توجه به اینکه فهمیدیم ساختن رنگ آبی برای خود طبیعت چقدر چالش برانگیز بوده و نتیجه میلیون‌ها سال تکامل و بازی با فیزیک نوره، به نظرتون این رنگ‌های آبی مصنوعی که ما انسان‌ها امروز خیلی راحت تو کارخونه‌ها تولید می‌کنیم، میتونن واقعاً جای اون حس عمیق شگفتی و زیبایی منحصر به فرد آبی‌های طبیعی رو بگیرن؟ یا اون آبی‌های طبیعت یه چیز دیگه؟ نظر شما چیه؟